بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، مسلمانان معزز، همنشینا و هم نفسای دوست داشتنی و همیشگی و مهربان برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خیلی ممنونم که بازم انتخاب شما برنامه یاد خداست. خدا کنه که اینجا به شما خوش بگذره. پدر مهربون مسلمون ها انقدر نگران ما بودن و ما رو دوست داشتن در ادامه مسیر زندگیمون که از خودشون دو یادگار به جا گذاشتن. یکی ثقل اکبر قرآن کریم، یکی ثقل اصغر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که هر دو راهنمای ما هستن، دستگیر ما هستن برای اینکه ما به سعادت دو دنیا نائل بشیم. ما میخوایم از این برنامه در چند نوبت بپردازیم به ثقل اکبر و موضوعیت قرآن کریم، ضرورت انس با کلام آسمانی و این گنجینه هدایت و سعادت، بلکه ایشان رو از خودمون راضی کنیم و گل لبخند رو روی لبانشون بنشونیم با توجه بیشتر به قرآن کریم و انشاءالله جزو کسانی نباشیم که پیامبر بعدن گله میکنن، شکایت میکنن از مسلمون ها طبق آیه قرآن کریم که اینها قرآن رو رها کردن و قرآن محجور مانده. به این امید انشاءالله میخوایم این چند نوبت بپردازیم به موضوع ضرورت انس با قرآن کریم. کارشناس و متخصص و بلد راهمونم در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین آقای جلالیان عزیز و نازنین هستند که قدم به چشم اخیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، بینندگان محترم و دوستان عزیز. اگه صلاح میدونید از همین جایی که من اشاره کردم شروع بکنیم که نگرانیم بعداً ما مشمول این آیه قرآن کریم که میفرمایند که پیامبر شکوه میکنن و از محجوریت قرآن ما در زمره اون مسلمان ها قرار نگیریم و قرآن واقعا در متن زندگیامون باشه. درباره این آیه و محجوریت قرآن کریم و علت شکایت پیامبر صحبت بفرمایید اگر صلاح میدونید. خواهش میکنم. عرض کنم که خب پیامبر خدا در طی این 23 سال چه نزول دفعی قرآن چه نزول تدریجی قرآن یک راه زندگی و سبک زندگی در قالب این کتاب نورانی که تجلی کلام خداست در واقع برای ما بیان فرمودن. بارها هم رسول خدا تأکید کردن بر این مسئله که خب انی تارکون فیکم الثقلین، در واقع دو ثقل اکبر قرآن و این دو کنار همن، یعنی اهل بیت و قرآن از هم جدا نخواهند شد. چه اون افرادی که در واقع اتخاذ به قرآن کردند یک ثقل دیگر که اهل بیت باشه رها کردند، چه اونهایی که اهل بیت رو اتخاذ کردند و قرآن رو رها کردند، در واقع در این سیر صعودی و کمال انسانی حرکتی که دارن به سمت آسمان، به سمت رشد انسانی، در واقع این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی این به منزله دو باله. حالا پیامبر تعبیر خودشون هست که لن یفترقا و حتی یردا علی الحوض، بالاخره اینها از هم جدا شدنی نیستن. اینها زمانی یک شخص میتونه این سیر صعود رو در واقع طی بکنه که از این دو بال کنار هم استفاده بکنه. هر کدوم از اینها بدون دیگری در واقع این ثمره و این اثر محقق نخواهد شد. حالا در این آیه شریف سوره مبارکه فرقان آیه 30 پیامبر خدا در واقع گلایه میکنن که یا رب ان قومی، ای پروردگار قوم من، نمیفرمان غیر ماها، یعنی همین امت، اتخذوا هذا القرآن، اینا قرآن رو گرفتن. یعنی اتخذوا معناش اخذ کردن و گرفتن هست دیگه. پیامبر خدا میفرمان که این قوم، این امت قرآن رو گرفتن، اما این قرآن محجور شد. این گرفتن با محجور شدن چطور قابل جمعه؟ یعنی یه وقت هست میگن آقا من این قرآن رو آوردم
فرض بفرمایید یه عده لایک بودن، افرادی بودن اصلا دین رو نپذیرفتن، مشرکین بودن، فرض بفرمایید اینها قبول نکردن، اخذ به قرآن هم نکردن. اما در این آیه شریفه میفرماد اخذ به قرآن کردن، یعنی قرآن رو گرفتند، اما محجورا، یعنی این قرآن محجوره. پس این گرفتنی بوده در واقع، منتها به هسته این کتاب و به مغز این کتاب و به کنه این کتاب پرداخته نشده. خود قرآن در واقع خودش رو خیلی بهتر و زیباتر و کاملتر معرفی میکنه دیگه. قرآن میفرماید که در آیات مختلفی که خب حالا این قرآن چه آثاری داره، چه ویژگی هایی داره، میفرماید این قرآن صفاتی داره. اولا اینی که قرآن یک نسخه حیات بخش به تعبیر خود قرآن که یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول. خدا میفهمد که ای کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید حرف خدا و رسول رو. یعنی گویا میگه من خیر شما رو میخوام. این استجابت چه اتفاقی درش میفته؟ اذا دعاکم، وقتی که شما رو دعوت میکنه، وقتی شما رو میخوانه، لما یحییکم، این باعث میشه شما زنده بشید، حیات اجتماعی شما یه حیات اجتماعی پویایی بشه. اگر زندگی شما، حیات اجتماعی شما پویا نیست، اگر برکت نداره، اگر حال خوشی ندارید و هر اگر دیگری که در این مقوله بگنجه، همه برمیگرده به این مسئله که ما لما یحییکم، یعنی این قرآنی که اومده ما رو زنده بکنه، اطرتی که اومده ما رو زنده بکنه، ما درست به این نپرداختیم. بله ممکنه یه وقتی دوره هم بنشینیم در واقع یه قرائت زیبایی از قرآن هم داشته باشیم. خیلی از جاهای دنیا در واقع این اتفاق میفته. شما ببینید الان ممکنه افرادی قرآن رو بخونن ولی این خوندن قرآن در واقع فقط پرداختن به ظاهر قرآن، یعنی صوت و لحن باشه، تجوید باشه، قرآن چاپ بشه، این چاپ قرآن جلد طلاکوبی شده خیلی زیبا، مثلا خط نستعلیق خیلی زیبا، که اینا عیبی نداره برای قرآن واقعا، ولی آیا قرآن برای این نازل شده؟ قطعا این نیست. خود قرآن میفرماید که در سوره مبارکه بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، میگه این کتاب را خداوند متعال فرستاده، این کتاب کتاب هدایت است برای اهل تقوا. اهل تقوا کیا هستن؟ یعنی اونهایی که این درک رو دارن که ما تو این دنیا به هر جهت خلق نشدیم، باری به هر جهت مثلا حالا بیایم زندگی بکنیم و چهار سبای خوش باشیم و بخوریم و بیا شامیم و بچم تمام. هدی للمتقین، یعنی اونهایی که فکر میکنن که خلقت انسان به چه منظور بوده، خدا چه توانی در وجود انسان قرار داده. اگه میخواد راهش رو پیدا بکنه قرآن، باید بیاد سر سفره قرآن بنشینه، به واسطه قرآن بشر هم همینه، جامعه هم همینه. لذا رهبری در سال 64 یه سخنرانی و فرمایشی دارن که یه قسمتی از این فرمایش رهبری اینه که دشمنان اسلام چون فهمیدن، مضمون فرمایش حضرت آقا رو عرض میکنم، که دشمنان اسلام چون فهمیدند که این قرآن سبب رشد جامعه اسلامی میشه، لذا بین جامعه اسلامی و قرآن فاصله انداختن. شما ببینید بنی امیه هم دقیقا همین اتفاق در بنی امیه، معاویه خوندن قرآن رو، در واقع تفسیر قرآن رو در روایات ما هست که نهی کرد. خب نهی کردن تفسیر قرآن، ابن عباس گفت چرا تفسیر قرآن گفته نشه؟ خود ابن عباس جوابش رو میده، میگه من میدانم که اگر من تفسیر قرآن بگویم در قرآن آیاتی است که توصیف و مدح علی بن ابی طالب است و مدح اهل بیت است. لذا بعضی از افراد ممکنه اصلا، یا بعضی از فرقه ها، بعضی از افکار ممکنه دعوت به قرآن خوندن بکنن، ولی کدوم قرآن؟ اون قرآنی که یک ظاهر زیبایی داره، تلاوت، تجوید ظاهرش هست، ولی کنه قرآن و باطن قرآن نیست. لذا شما همون چیزی که ما در جریاناتی که مربوط به خوارج هست شنیدیم، نسبت به داعش هم همین قضیه رو شما میبینید، وهابیت و داعش و این در واقع فرقه با این طرز تفکر، اینها هم وقتی میرن کنار مثلا جسد یک فردی که در واقع به شهادت رسیده، کنار جسد او هم که میرن، اینها آیه قرآن میخونن، تو اینها هم حافظ قرآنه، ولی اون موقع مثلا اگر خاطرتون باشه نشون میداد قلب یک انسان رو از درون سینه بیرون میکشه، ذکر تکبیر هم میگه. خب چی میشه انسان؟ اینم که قرآنه، چرا این قرآن هدایت درش نیست؟
همین قرآن هدایت درش نیست، همین قرآن برای متقین هدایته. میگه چون هدن للمتقین. یا در آیه دیگری میفرماید که هذا بصائر للناس، قرآن در واقع آمده که بصیرت، یعنی اون چشم درونی انسان که مرتبط به قلبه و مرتبط به فکر انسانه، نه این چشم ظاهری. چشم ظاهری آیه قرآن نگاه میکنه، ثواب داره، بله ثواب داره، خیلی خوبه ما گاهی اوقات بشینیم رو به قبله و اصلا اگر کسی هم سواد نداره، حتی گفته شده دیگه، توصیه شده کسی سواد خواندن و نوشتن نداره، خب بشینه رو به قبله به آیات قرآن نگاه بکنه. آیات قرآن نوره، خیلی خوبه. ولی آیا با این چشم ظاهر نگاه کردن به صرف اینی که ثواب داره کفایت میکنه؟ نه. حالا ما خواهیم گفت که تلاوت قرآن در سیره اهل بیت و بزرگان به چه شکلی بوده واقعا، یعنی اینو باید بررسی بکنیم و روش حرف بزنیم. قرآن میفرماد هذا بصائر للناس، این آمده برای اینی که در واقع اون چشم باطنی انسانها رو روشن بکنه، مردم رو به فکر وادار بکنه. افلا تعقلون، چرا فکر نمی کنید؟ چرا تدبر نمی کنید؟ چقدر از آیات قرآن پرداخته به همین مسئله تعقل، تدبر، تفکر که انسان رو به این سمت سوق میده. امان از روزی که ما قرآن رو بخونیم و نفهمیم چی داریم میخونیم. بله. فقط همینجوری بخونیم بدون توجه به معانی و مفاهیمش. پناه بر خدا. من به نظرم ضمن که یک دو تا موضوع تو ذهنم اومده دوست دارم با شما در میون بگذارم برای اینکه فضای برنامه بیشتر متبرک بشه. یکی از همین آیاتی که شما فرمودید متن عربیش رو به اضافه ترجمهش رو آقای حسین زاده آماده کردن با هم بشنویم و برنامه بیش از پیش متبرک بشه. به ذکر قرآن کریم برگردیم و فرمایشات شما در خدمت. بسم الله. قرآن کتاب ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آیه 30 سوره مبارکه فرقان رو با هم شنیدیم و دیدیم. من میخوام از اینجا استفاده بکنم. اول فرمایشاتون هم شما اشاره داشتین به این آیه، اینکه پیامبر در چه اوضاع و احوالی این شکوه رو کردن، مردم چطور زندگی، نسبت مردم با قرآن چجوری بود، رابطهشون با قرآن چجوری بود. چون پیامبر خیلی مهربون بودن، خیلی با رحمت و رأفت بودن، خیلی سخت میشد ایشون مثلا عصبانی بشن، ناراحت بشن. کار به کجا رسیده که دیگه ایشون شکوه میکنن به این شکل که در میشه خودش یه آیه قرآن. و ما این در واقع این موضوع رو بدونیم، اون وقت خیلی بهتر میتونیم نسبت خودمون رو با اون شرایط بسنجیم، ببینیم آیا واقعا الان قرآن در زندگی ما هم محجور هست یا خیر. درست. عرض کنم که خب پیامبر خدا که رحمتا للعالمین بودند و هستند، خود رسول خدا هم بارها فرمودن، یعنی در جریاناتی نقل شد که رسول خدا بسیار اذیت شدن. بعضی از افراد یا در روایتی داره جبرئیل نازل شد یا ملائکه دیگری نازل شدن. حتی پیامبر شاید میتونستن اونجا نفرین بکنن از شدت ناراحتی در واقع، ولی که فرمودن انی لم ابعث لعانا، فرمودن من برای نفرین کردن نیومدم. خیلی دعا میکردن دائما تو این فضا. منتها اینی که چرا میفرماد قرآن مهجوره، در واقع این به نظرم در خود همین معنای لفظ این کلمه هست. خب ما بالاخره در زمان پیامبر قاری قرآن داشتیم، حافظ قرآن داشتیم، کاتب قرآن داشتیم. یعنی فقط در یک مورد نقل شده که 70 حافظ قرآن به شهادت رسیدن. یعنی افرادی بودن که اینا حافظ قرآن بودن، بعضی کاتب قرآن بودن، قاری قرآن داشتیم. پس این آیه شریفه خیلی در واقع آیه کوتاه و مهم و پرمعنایی است. به همین دلیل عرض کردم که میفرماید که ان قومی، این قوم اتخذوا هذا القرآن، یعنی اخذ به قرآن کردن، قرآن رو گرفتن، دوست دارن اصلا قرآن. یعنی خیلی از ماها واقعا علاقمند به قرآنیم. یه جایی که میریم قرآن میبینیم چه بسا ذوق زده میشیم، شوق زده میشیم، کیف میکنیم. اصلا زندگیامون رو سر سفره عقد مثلا با قرآن شروع میکنیم. منتها چرا میفرماد خب همین افرادی که اخذ به قرآن کردن، قرآن رو مهجور رها کردن. در واقع هجر در لغت به معنای ترک کردن یا دوری کردن هست. حالا این دوری کردن گاهی به بدن، یعنی یک کسی قرآن تو خونش هست
ولی سراغ قرآن نمیره که این قرآن رو گاهی اوقات حتی خاکی از روی تاقچه از روی این قرآن بگیره. خب این یه جور محجور بودن قرآنه که خب این حالا بحث زیاده متاسفانه. فرهنگ غلطی که امروز در جامعه ما الان، ما اگر توی خیابونی رد بشیم صدای قرآن بلند باشه، اولین چیزی که به ذهنمون میاد، حالا اگه وقت اذان و اینها هم نباشه، میگیم آقا کی فوت کرده مثلا صدای قرآن بلنده. خب این یک فرهنگ شده متاسفانه. یعنی این فرهنگ رو باید کسانی که میخوان کمک بکنن به محجور نبودن قرآن، یک قدم باید تغییر فرهنگ رو در واقع در جامعه روش فکر بکنن و ایجاد بکنن که ما چه میتوانیم بکنیم نسبت به این مسئله. ببین ما الان این همه قاری داریم تو کشورمون، این همه حافظ داریم، تعداد حافظامون داره زیاد میشه و خب حالا نمود مثلا حضور قرآن، عرض کردم زندگیامون رو با قرآن شروع میکنیم، سر سفره عقل کسی به رحمت خدا میره قرآن پخش میکنیم و قرآن میخونیم و اینها کفاف نمیده. یعنی الان باز محجوب. بله دیگه، ببینید این خوبه، قطعا ما نیاز به حافظ قرآن داریم. خود مقام معظم رهبری نسبت به در واقع حفظ قرآن این همه تأکید فرمودن. اما واقعا آیا قرائت گوش کردن یا حفظ کردن قرآن انسان رو در این سیر الله در واقع کامل میکنه؟ مثلا آیا قرآن برای این اومده که فقط قرآن رو بخونیم و لذت ببریم؟ بله. گاهی اوقات این هجر و محجور بودن قرآن در مرحله عمله. به عنوان مثال من یه مثال در واقع شاید به روزترش رو عرض بکنم. شما ببینید در زمان قبل از بعثت پیامبر رو معروف میگیم عصر جاهلیت. بله. چرا؟ میگن رسومی در اون زمان بود که این رسوم رو امروز ما وقتی میشنویم ناراحت میشیم، قصه میخوریم. گاهی اوقات در منابر مثلا یه شخصی نقل میکنه یا جای دیگر میشنویم قصه میخوریم، میگیم آقا چرا اینطور بوده؟ چرا دختر رو زنده به گور میکردن؟ مثلا مخلوق خدا رو باش اینطور برخورد میکردن. در بعضی نقل ها داره که وقتی دختر بچه به دنیا میومد اینو بالای بلندی میبردن، از بلندی پرتش میکردن پایین. چرا؟ به جرم اینی که دختر به دنیا آمده. خب این قرآن اومد در واقع اون فضا رو تغییر داد. یعنی زمانی که رسول خدا بودن، جاهلیت اولا تعبیر میکنیم دیگه، مردم نگاهشون عوض شد. اون تعصبات قومی، قبیله‌ای، دعواها، اختلافات به واسطه قرآن و اطرت در واقع این جمع شده جامعه ایثارگر. شما مهاجرین و انصار وقتی به هم رسیدن در مدینه، ببینید چه چیزهای زیبایی نقل میشه که انصار چگونه از مال و اموالشون به خاطر مهاجرین میگذشتن، خونه هاشون رو تقسیم میکردن، اموالشون رو تقسیم میکردن. اینا به برکت قرآن بود دیگه. یعنی قرآن از مرحله در واقع قرائت وقتی به مرحله عمل برسه میشه یک جامعه ایثارگر با گذشت آمار کم طلاق، نمیدونم کم دعوا، کم اختلاف، هزار یک خوبی در واقع. معنای حیات بخشی بله قرآن. یعنی واقعا جامعه زنده میشه دیگه وقتی که جامعه در مرحله عمل، در قرآن در مرحله عمل در جامعه دیده بشه. حالا امروز، خب امروز هم الان جاهلیت هایی هست، منتها یکم مدرن شده، شاید خیلی به چشم ما نمیاد. اون موقع دختر رو میبردن مثلا زنده به گورش میکردن، امروز سقط جنین میکنن. خب سقط جنین که یک اتفاق بسیار بد جاهلانه است، با قتل دختر عصر جاهلیت چه تفاوتی داره واقعا؟ اینم کشتن یک در واقع موجود زنده است. یا نگاهی که به زن داشتن، یا نگاه به زن. قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، یا بچه‌هاتون رو نکشید به خاطر املاق، یعنی از ترس فقر. به خاطر فقر چرا اینا رو میکشید؟ اون موقع حالا تعصب یه چیز دیگه بود، امروز یه چیز دیگه است. یعنی در واقع یه مقداری شاید مدرن تر شده، یا ما فکر میکنیم مدرن تر شده، و الا وقتی قرآن در جامعه محجور باشه پیامبر از این ناراحتن. چه در زمان خود، حالا در زمان خودشون دلیلش چی بود؟ خب قرآن رو حفظ کردن، قرآن رو نوشتن، قرآن رو جمع آوری کردن، اما آیا به قرآن هم عمل کردن؟ نه. خیلی از موارد نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن موارد متعدد که قرآن میفرماد اطیعوا الله، اطیعوا الرسول، اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر، اطاعت از اولوالامر. خب حرف پیامبر زمین موند. یعنی پیامبر خدا دستوری رو فرمودن، نکته‌ای رو فرمودن، اما متاسفانه به اون مسئله عمل نشد. لذا پیامبر خدا چه بسا از محجوریت عملی قرآن ناراحتن و نگرانن. امروز هم ما به این مسئله فکر بکنیم. ممکنه ما بهترین فضای دارالقرآن ها رو مثلا ایجاد بکنیم،
بهترین خانه‌های قرآن رو ایجاد بکنیم، بهترین. ولی خب اگر برنامه‌ای برای ظهور و بروز قرآن در جامعه نداشته باشیم، در واقع این مشکله. حالا نمیدونم وقت هست یا نه این نکته تربیتی رو هم بهش بپردازیم. خب ممکنه یک کسی اینجا بگه آقا ما چطور میتونیم در واقع این قرآن رو در ذهن و دل و فکر مردم لذت بخش بکنیم؟ خیلی مهمه. یعنی مردم به سمت چیزی خواهند رفت جذاب باشه، که جذاب باشه براشون. خب حالا قرآن ها ظاهرش وقتی جذاب شد، ثمرش اینه که اینو میبره میگه آیا چه قرآن قشنگی، اینو میبره تو خطبه عقد میذاره جلوی عروس و داماد. ولی حتی اون مراسم ازدواج که خودش سنت مهم الهی و نورانی است، حتی اون مراسم هم گاهی اوقات از آداب قرآنی جداست. حتی خود اون مراسم دیگه، یعنی شباهتی به هم این که شما اشاره کردید. متاسفانه خیلی وقتا همون قرآنی که سر سفره عقد احتمالاً باز شه و دو آیه خونده بشه یا نشه ازش، اون دیگه بسته میمونه تو خونه ما تا موقعی که از یکی به رحمت خدا بره تو خونه. میدونید این خیلی بده. میدونید میخوام عرض بکنم که قرآن زیبا چون ظاهرش زیباست، من زیباییشو درک میکنم. بله. این ظاهر زیبا رو میبرم تو مراسم ختم، یا میبرم تو مراسم عروسی میذارم، یا یک همایشیه میبرم تو اون همایش اینو نشون میدم، میگم آقا این قرآن چه مثلا طراحی زیبایی داره. ولی وقتی باطن زیبای قرآن رو فهمیدیم، باطن زیباش رو فهمیدیم، اینجا دیگه دائما به این فکر میکنیم که خب این آیه چی میخواد بگه. الان شما ببینید ما آیت الکرسی رو خیلی وقتا میخونیم. الان خیلی از مردم راه میرن ممکنه آیت الکرسی بخونن، آیه به این مهمی، اما از هر کدوم از این عزیزانی که مقیدن به خوندن مثلا آیت الکرسی، بگیم ما یه بار تا حالا فکر کردی آیت الکرسی چی میخواد بگه؟ اصلا آیاتی راجع به معاد، راجع به توحید، راجع به اخلاق، راجع به احکام، آیات الاحکام، مربوط به کدومی از این اقسامه؟ ما معمولا برای ثوابش یا برکاتش آثارش این انسان رو حفظ میکنه. این آیت الکرسی چقدر ثواب داره مثلا، خیلی پر ثوابه. درصد که اینا رو گفتن ثواب داره فلان، که ما توجه به معناش به. این میشه مهجوریت قرآن، یعنی مهجوریت عملی قرآن. آقا ما مهجوریت بدنی نداریم. یعنی الان بعضی از افراد خیلی باقیات صالحات قشنگی برای خودشون در واقع میذارن. باقیات صالحات یعنی اینی که طرف از دنیا رفته، خب کسی که از دنیا میره پرونده اعمالش بسته است، مگر افرادی که یه چیزی از خودشون میذارن که منشأ خیره. بعضی از افرادم پروندهشون باز منتها به گرفتار عذابن، چون منشأ شر تو این عالم درست کردن. یعنی یک کسی منشأ خیر بوده، یک کسی منشأ شر. حالا شما این کسی، شخصی یا شخصیت یا کسی که این یه صفحه قرآن خوندن در مساجد رو باب کرد، الان من فکر می‌کنم 10 سال قبل 15 سال قبل مثلا این استارت خورد در مساجد، این فکر هر کسی بود واقعا یه باقیات صالحاتی بود براش که در مساجد بعد از نمازها یه صفحه قرآن خونده میشه. خب چقدر خوبه که این یه صفحه قرآن الان من دیدم در خیلی از مساجد این اتفاق میفته، قرآن خونده میشه، ترجمه قرآن خونده میشه، گاهی اوقات جلسات تفسیری گذاشته میشه و نکات مهم تفسیری گفته میشه. باید کمک کنیم این قرآن در واقع از ظاهر خارج بشه و در کنار این ظاهر، یعنی توجه به ظاهران، نه که ظاهر کنار گذاشته بشه، در توجه به ظاهر در واقع بریم سراغ کنه قرآن و باطن قرآن و مفهوم قرآن. اینو بتونیم انشالله برای مردم هم بیان بکنیم. یاد اون روایت امام صادق افتادم که شایسته